سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست کرد. خروشان همی کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. کاوه مردم را به پیروی از فریدون فراخواند. فریدون جوان که برای چنین روزی چشم به راه بود، به شورشیان پیوند. باران اومد. من گفتم من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر مستجاب الدعوه باشم که تا مژده باران بخونم بارون بیاد. حالا امسال دوباره مژده باران بکنیم، یکی از جلوه‌های رحمت خدا بارانه. مژده باران رو می‌کنیم که باران رحمت خدا در همه جنبه‌ها برای ملت نازل بشه و برای مملکت. ارادت مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان. ایران من میبوسم این پرچم را با عشق. مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران. ای همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر تر ما باشد گوهر دانایی. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن به که کشور به دشمن دهی. ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. اگر دوست داشتین میتونیم برای ایران، چون این قطعه رو دیگه باید شما بخونید با من، میتونیم برای ایران بایستیم بخونیم و در واقع آنچه که انرژی داریم برای کشور عزیزمون سنگ تمام بزنیم. فقط زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد حکیم ابوالقاسم فردوسی. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر. سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. در راه تو که پاینده باد خاک ایران ما. بیارزوی تو دل را کجا برم، مثل سیاوشتن ها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دار روشن کن، نام خدا روشن کن، پنجه دیوار بشکن ای وطنم ایران. خیلی خیلی ممنونم، استفاده کردیم دست شما. هر چقدر لذت بردید از صدای زیبای محمد معتمدی دست بزنید. به به، مردم عاشق ایران، مردم عاشق فردوسی، مردم عاشق این آب و خاک در مشهد مقدس طوس عزیز.
در